داریا رادیویا تزش موسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیویا تزه اندکارن ببین تو رو اینترنتی بوی ناف و نشانی مالپر آریا تزه نقطه کم ایرو شمی هشت کانونیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وی هفته بکن پارتیا دموکراتیا کردستانی بربشیر خو جبو پوستین سروک هریم کردستانی و سرک وزیر هریم کردستانی بو 4 سالن به دیار کرد. بریارا انجمن سرکاتیا پدکی نیچران برزانی جبو سرکاتیا هریم کردستانی و مسئول برزانی جبو سرک وزیریا هریم کردستانی هاتن بربشیر کردند. بردف کی پارتیا دموکراتیا کردستانی محمد پشتی جوین انجمن سرکاتیا پدکی جوینه که چپمنی دا نوروکا جوینی اشکره کرد و راگیاند. بریارا انجمن سرکاتیا پدکی نیچران برزانی جبو پست سروکی هریم کردستانی و مسئول برزانی جبو پست سرک وزیر هریم کردستانی هاتن بربشیر کردند. نیچروان ادریس مصطفی برزانی 21 ایلون 1966 برزانج دایک بوده. سرک وزیر هریم کردستانی و جگری سروکی پدکیه سال 1975 الگل ملبت خو کوچبری ایرانی بود. زانینگه تهران بهش زانستین سیاسی قداندیه. سال 1989 بوده اندامی پولیت بروی پدکی. سال 1996 بوده جگری سرک وزیر هریم کردستانی. سال 1999 بوده سرک وزیر یا کابینه چرا. سال 2011 بو 2013 جاره کردن بوده سرک وزیر. سال 2013 جاره کردن پست سرک وزیری ورگرتی حتی 2018 نه بربجری پدکیش بو پست سروکی هریم کردستانی. مسعود مصطفی برزانی سال 1969 اشتایک بوده اندامی پولیت بروی پارتی دموکراتیا کردستانیه. سال 1950 بوده پیشبرگه خواندن آمدهی ایرانی تمام کریه. الزانینگه واشنگتونی سیاست نو دولتی دا باورمندی لیسانسی دست خستیه و سال 2050 رخصتن خیرخوازی یا برزانی دا مزراندیه. سال 2010 بوده اندامی پولیت بروی پدکی. سال 2012 بوده ریوبری انجمن آسایش هریم کردستانی بزمان فارسی، عربی و انگلیسی زانه. نه بربجری پدکیش بو پست سرک وزیر هریم کردستانی یا کابینه نها. یکتیان اجتماعی کردستانی دخواست که بری هر تشتی گل پدکی اولی دن سر دستوری رکفتن بکن. یکی رو پیویه که بری دویا سالی سر پیکانین حکمت لحب بکن. بدف که یکتیان اجتماعی کردستانی سعیدی را گیاند افهم دادن بری هر تشتی گل پدکی اولی دن سر دستوری لحب بکن و دست بودو بیجان در باری ویکی بکن. سعیدی احمد پیرد بیجه دستوری دا دی گلک پرس بینه یکالی کرد و گوتناوی گرنگترین پرسش پوستا سرکاتی هریم کردستانیه و دیار که اگر افرس هات یکالی کرد دیر کفتن هستم به. اوی گوت یینکی دخواسته حتی دوبیا سالی سرپیکانین کابینه نوی حکمت هریم کردستانی رکفتن چی به او تکست که افند وی باوری دایه که پرسگری که مزن پیشا پیکانین حکمت هبن تن درسی جوید بیویستن دکو افلهم بکن. یکتیان اجتماعی کردستانی دخواست دو جیگران و سرکاتی که کابینه نوی حکمت هریم کردستانی داده که تفکر گرانشی دخواست جیگری سروکی هریم و جیگری سروکی پارلمانتوی کردستانی کریه. هات را گیاندن یکی دخواست دو جیگران سرکاتی که یک جوان جیگری سروکی هریم کردستانیه کل گوری زانیاریان بربجری وان بو وی پستی قبار طلبانیه. هر وا بو جیگری سروکی حکمت هریم کردستانی یکی دو بربجیر هنگ و افجی حکم قادر و درباز کستات رسولن. یکی هر وا دخواست که پارلمانتوی کردستانی جد که بوی پستی جی بگرد طالبانی و رواز فیق بربجیرن وی پارتینه. یینکه دیار کرد دو وزارت کابینه نوی حکمت هریم کردستانی داشی یینکه دخواست حتی وزارت دارایی و پشمرگی کریه. اف دخواست اینکه یینکهش کابینه نوی حکمت هریم کردستانی دکه همین اف پستن جی کتابگر گرانی جی دخواست بر بگره. دنوا تفکر گرانی دلگوری زانیاریان اف جی دخواست جگری سروکی هریم کردستانی و جگری سروکی پارلمانتوی کردستانی دکن. پیشتر جی گرانی دخواست برگرتن پست جگری سروک حکمت کردستانی تابع دو وزارت کرد بکش نوچار وزارت دارایی پیشبرگه پلاندانین و چفکانی خزایی اف هر دو وزارت جوان بین دستیشان کردند. یکی طلبشاتن پارلمانتوی کردستانی دکه روز 3 ایلون ایسال هات دارخستن 21 کرسی دست خستن و پشتی پدکی که خودی 45 کرسیانت بیل دویام دویه. هر وقت تفکر گرانجی 12 کرسی طلبشاتن 3 ایلون دا دستانی بود.
دمزنترین و گرنگترین مراسم سالانه یا ریزگرتن و خلطکردن باشترین کارین روزنامه‌وانی یین جیان دا نتوین یگرتی خلطا برونز یا ریکاردو اورتگا پیشکشی تورا میدیا روداوی بو یکمین دستگاه میدیا کردستانی و عراق کجالی نتوین یگرتی واتی خلط کردن ریبری اوفیسا روداوی نیویورکی بجید نظامدین گلی مراسم داین خلط دا آمده بو اوج نتوین یگرتی خلط برکرد مراسم دا مسیق تایبت بروداوی هاتو بودانی که ریبری دیجیتال میدیا یا تورا میدیا روداوی همین لهونی پیشکشکاری نوداری کردستانی و روداوی رنج سنگاوی و ریبری اوفیسا روداوی واشنگتونی نامو عبدالله بشدار بود. ریبری گیشتی کاروبارین ازدیان وزارت اوقاف و کاروبارین آینی حکومت هریب کردستانی دا خیری بوزان آمارین داوی یریشن دایش سرشنگال راگیاند و بود که حتی نه 2745 زاروک سوی مونه حتی نه هفته یک گورین کمی هاتنه دیدن 68 مزرگین ازدیان شالی دایشی و هاتنه تقاندن خیری بوزان دازانی که حتی نه 2745 زاروک سوی مونه جوان 1750 زاروک بیباب مونه و 407 زاروک جی به دایک بانه هر با 359 زاروک جی به دی و به باب مانه هر با زاروک گندن جی دایک و بابی وان دست دایشی دامانه او گور آماران 6417 شالی دایشی و هاتبون گرتن و رواندن نونری ازدیو اشکره کرد که حتی نا 3334 کس هاتن ارزگار کرن جوان 1150 جن و 337 ظلام هنه هر با نسد 16 زاروک کچ و 876 کار هاتن ارزگار کرن ریبری گیشتی کاروبارین ازدیان وزارت اوقاف و کاروبارین آینی حکومت هریم کردستانی دازانی که هجمار کردین ازدیل عراق دکه 550,000 کس جوان 306,000 کس بر دایش کوچبر بونه هزین عراق ریا نفرمی یادنامه شنگال و رجوع کردستانی دا گرتن و هجمارک شخاق شنگال جی خوابشاندان کردجی به یکیل دار خستن. دشمی هزین عراق چونه نزدیکی کمرگه خانه سوری و ریا باری یا که دچه رجوع کردستانی سر هاتن چونه گرتن. هات زانین کرد نزدیین دبیر دجی به بریار و پنگا و هزین عراق خوابشاندان اکساس کرن و دخوزا بکرنا و ری کرن. پشتی بیارین 16 جتمه 2017 بازرگانیت نامبر شنگال و رجوع کردستانی دا دوی ریا نفرمی را داده کرن لی ابریش آلی هزین سرب حکومت عراقی و هاته گرتن هر وقت تاوی که دوی بریاری تبگیر بازرگانی نامبر شنگال و رجوع کردستانی دا راوستیایه ایدی خلقی دبری جید نکارن دوی ری را هاتن چوینا هر دو آلیان سینور بکن ریبری نهیا سنونی خود دا چوکه جی سر گرته دار یا باری را گیاند که گرتن وی ری دی باندور که مزن و نرحت سر خلقی شنگالی بکه بریار هات دان سیشمی خالن گمرکی نابرا پارزگین کرکوک و نینو و پریم کردستانی را بین را کردن. جدری که برپس کرکوکی را گیاند. سروکی دسته گمرکین عراقی پیوندی که تلفنی پارزگین کرکوکی را کرد و جوی را گفت که خالن گمرکی نابرا کرکوک و پریم کردستانی را کرد. سیشمی ایواری بریار کت واری جیبجی کردن و خالن گمرکی یه نابرا کرکوک و هر یک سلیمانی و هبلیری دا هاتن را کردن. گور دستور عراقی ناب خال گمرکی نابرا پارزگین عراق دا وردانیم. شهر و پیفچون گندوارین دیرزوری بردوانن و دیخستنک مافی مروان دی بیشه جده ایلونا ای سال و حتی نازیدتری 800 چکداری دایشی هاتنه کشتن و 416 شروانن حسیدی جانی خوش دستانه. روانگه سوری یا مافی مروان بلاف کریه که شهر و پیفچون حسیدی بالیکاره پیمانیا نافدالتی دجی دایشی روژلات فراتی بردوان دکه و شهر روژا دو شبی دا 14 چکداری ویر خستن الباجارو که هیجین هاتنه کشتن و 5 شروانن حسیدی جانی خوش دستانه. روانگه دیار کرجی که ده ایلونا ای سال و حتی نا 807 چکدارین دایشی روژلات فراتی هات نکشتن و 416 شروان حسیدی جانی خوش دست دانه هر با شهر بومب باران فروکین هف پیمانون 307 ولاتین سیویل هات نکشتن سروکی دسته ارکان روسی جنرال والری گراسیموف را گیاند. آمریکا هفته ده هریمه که کردیا شامی سرخا باکوری سوری دامزرینه. جنرال والری گراسیموف تبدیدن گل لشکرین بیانی دارا گیاند. رفش روزلات فراتی آلوز دبه آمریکا هفته ده کردن سوری را دولت که نیف سرخا شامی باکوری سوری دروز بکه اونها حکمت که بناوی فدرالیا باکوری سوری یا دموکراتیک دادمزرینه. هر وا اوی گوچی آمریکا دریا دانا آرستین جدا خاص
و کارستین لشکری را در فتش و را چید به تنگیل عرب بکن چکدارین دایش لوجلات افراطی بن کنترل آمریکا تانی هنه سروکی دست ارکان روسی تکس کرجی دایش دست برفرکرنا چلاکی خال لوجلات افراطی کریه اوی دا کفشیجی هف پیمانیا ناف دولتی سرکاتیا آمریکا و هزین سوری دموکراتیک ین سروی و نکار نافچه هجینی که دست دایشی دا کنترل بکن هنرمند کرد یلدا اباسیل استانبولی جالی هزین اولی ترکی دهاتی گرتن الگوری آگاهیان هنرمند نافدار یا کرد یا شریم خراسان یا ایرانی یلدا اباسی پیشمی شش کانونی بالافرخانه آتاتورک یا استانبولی جالی هزین اولی ین ترکی و هاتی گرتن هنرمند کرد لیلا اباسیش بکو بجداری مراسم 27 سالگرد دمزراندن نوند کلتور یا مزوپوتامیه ببه سردان ترکی کربو او هاتو استانبولی هات زانی کد سردان یلدا اباسی استانبولی دا دایکاویجی پیرابیه گور آگاداریان سدم آگرتناوی هنرمند کرد هیچ نهاتی زانین و زانیارین زیدتر لسرگرتناوی البردستنینن یلدا اباسی هنرمند که نافدار یا کرد شریم خراسانی یا ایرانیه یلدا بجاری شیروان یا پرزگه خراسان با کروشدایک بویه و 31 سالیه یلدا اباسیش تمنی 12 سالی دست موزیک و استرامبیجی کریه هنرمند کرد یلدا اباسی سال 2010 دا یکمین آلبوم خو یا بناوی کوبت درخست و پشت آلبوم کردن یا بناوی هسترچی خسته بازاری لحریم خراسانی و تایبت هر دو پرزگین خراسان باکور و خراسان رزوی زیدتر 2 میلیون نیف کردن کرمان جنگ کپرانیا وان سردم و سففیان دا بزوری پرزگه اورمی بو حریم خراسانی هاتنه و گوستن دادگاه اداری حریم استانبول جزای 4 سال 8 بیان رو پروپاگاندا کردن ریخستن تروری کش عالی دادگاه 26 یا جزای گران یا استانبول و همبری افسروکی بری پارتی دموکراتیا گلان سلادین دمیرتاش هاتبو برین بجراند هر وال همبر افسروکی بری یهتبی سلادین دمیرتاش و پارلمانتاری بری یهتبی سری سورایا اندر جزای گرتنی بغیر پروپاگاندا کردن ریخستن تروریست یا چکدار جالی دادگاه اداری حریم استانبول جزای دوم یا سازی و هات بجراندن اف دادگاهش عالی پاریزرین دمیرتاش و کی برسی و گران هم بری دادگاه مافیم روبن یا اروپا یاش بو سربست بردن دمیرتاش هاته نرخاندن کنسیل اروپا ترکیه دخواسته بریار دادگاه اروپا یا درباره سلادین دمیرتاش دا بجیبینه کمیسر مافیم روبن یا کنسیل اروپا دنیا مایتوویچ داخ یا کرن تکوشین دژ تروری مافی هر حکومتی علی ناب مافی حذر و اخافتن شوله بیرا کرن دنیا مایتوویچ باکشال سر بریار دادگاه مافیم روبن یا درباره هر سروکی بری یه به سلادین دمیرتاش و گوت دوی ترکیه دواری مافی روبن دا برج خواب جیبینه اف دوزش نیز و شوپینن و دوی ترکیه بریار دادگاه جیبینه کمیسر مافیم روبن یا کنسیل اروپای داخیا کرن ترکیه سر جواکا سیویل زخت و فشارید زده نه و گلک چالاک و اکادمیسیان هاتنه گرتن یکتیا نویسکار نونتوی پینا رادگینه سلادین دمیرتاش ادامه می رومتیه ترکیه پیوسته بیش شرط و مرچ بریار دادگاه مافیم روبن یا اروپای بجیبینه یکتیا نویسکار نونتوی واد بیشه ادامه می رومتی سلادین دمیرتاش جبر سدم سیاسی هاتیه دست سرکرن و پیوسته زودترین دم دا به سربست کرن دادگاه مافیم روبن یا اروپای بیسته که مجدار داخل حکومت ترکیه کربو که سلادین دمیرتاش وره بردان لیسر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان داخل دادگاه رد کربو پنی دستگاه هری مزن یا نویسکار جهانی سال 1921 دا هاتیه آوا کرن سد دو ولات دا اندامن و 144 داوندن ویر جهانی هنه شهرداری مردین احمد ترکوش پوستی هاتو بو دورخستن و شناوی قیوم هاتو بو دانین روژا چارشمش بو نامزدیا شهرداری مزن یا مردینی سری رخستن های دبی یا مردینی دا ترک گوت بریارا داوی ده دبی و گلب ده و وی ربجارتن دجی کریارین دستلات و قیومان پرگرینگ دبینن احمد ترک سال 2014 وکف شهرداری مردینی هاتو بو ربجارتن و 16 مجدار 2016 شیلا وزارت نوخه یا ترکی و شپوستی هاتو بو دورخستن و شناوی قیوم هاتو بودانین هبجارترین هریمیین ترکیه و باکوری کردستان سیویه که آدار 2019 دی ورن انجام دان پرزگری دیاربکری داخلی که دیار کرد که 15 گند و 22 مزرعه گریدای نوچه هنی و لیچه قدغه ترکتنو دربا هاتیه راگیاندن داخلی دا تیگوتن که برپرسن پای بلند یم پیکه لوان هریمان دهنه و وی لوان هریم اپراسیون به دست بکرن داخلی پرزگری دا تیگوتن که قدغش بو اولکاریا ولاتیان هاتیه راگیاندن
چهارشنبه دانشسبی آسایش ترکیه دو باجارین باکوری کردستانی دژی پارتی دموکراتیک یا گلان و پارتی هریبان یا دموکراتیک اپراسیون که برفکرن آویتن سرمالان هات زانیل باجار دیاربکری و چولمیرگی 18 ببرن هدپی و دپپی هاتن بنچاف کرن هفسروکین چولمیرگی ین هدپی و دپپی جید نوا گرتیان دانه و بپشتگری کرنا گریوا برچیبون یا لیلا گوونی تین تومت بار کرن پارلمانتار هدپی لیلا گوون ایرو سیفده روژن گریوا برچیبون دایش سه روژن و هجمارک پارلمانتار هدپی گریوا برچیبون دانه و دنا پرژی هفسروک هدپی پروین بولدان و نه پارلمانتار هدپی دست گریوا برچیبون کربون گل بردوامیات چون آوایین جراسری سیاسی در سوریه دا کریز سوریه بر پیشروج که ندیار بوده چه هین سیاست بدارن کرد بینن که جراسری سیاسیش بر پیشگوی کردن روسیه دی دمک دیش بینه هنش رو کار جد بینن سوریه که فدرال جراسری هری راسته پشتی بداوی بونو جبین آستانا بی که تو انجام دست بخه نماز درباره آواکردا کمیته دستوری رفش جراسری سیاسی سوریه دا دکبه قناغه که نو دا که تو جراین برچف جم جواک و نافدارتی پیدا نابن و پیشاتک هیچ رایدرین آمریکا فشارین نو بکه دا که کاری کمیته دستوری بسر بکه جالی کردن و این سیاست بدارین کرد بینه که تکچونا هفدان سیاسی رفش سوری آلستر دکه اجبر او یک جراسری سیاسی دورتر دکه و دبینن که روسیا و رژیم سوری سر تکبرنا جراسریان دوی دمیدا ارشدن اندامی امینداریا گیشتی یا این کسی مستین تایر کردستان بیشتر گود اف گوینش آلی روسیای و هاتن آبیتن جالی آمریکا و شاندری نودولتی دمستورا و ارینی هادیتن تیوارتا که او هدی جی خود آلی پراکتیکی دال سوریه دگره بگمان آمن امی بگینن بی آستا که روسیا و هگر آمریکا پیرا اری بکن تول داکو کی نابرا واندو دل هف کرنک چه به او پرزگری که سوری چاره سر ببلی دی دمک دریش بدومه تکچونا چاره سری سیاسی سوریه دا باندوری لگلک پرسیندن جی هندری سوریه دا دکه نماز پرسا کردی کالگوری هین شوپیناران جمافی گلی کرد ستاتوی که تایبت وان هبه کتی دا چاند و دیروک آوان بی پاراستن شوپیناری ناف دولتی دبینیش که آوا کرنا سوریه که فدرال دی چاره سری هری گنجاو به همش بو کردان و همشی او یک دی سوریه که پیس آوا بکه لیکولیناری آمریکی داوید فیلیپس جی کردستان بیشتر گود باور نکم که کتل سوری دولت که سرخو بنوی روجاوا دخوازن باوری من دا کرد دخوازا مافی خواهین جاره نویسی دکن تی دا خبری با ببن و کنترل کاروباری نفخواهی دوارین آبوری و کلتوری دا بکن دوی او یک جی دستوری دا بیکفش کرن که سوریه وک دولت که یگرتی بمینه لی دستلات نوی وارن دا بشکرن دنگ و پاسنجیانی سروکی بری یا آمریکای جورج بوش هفتیا بهری تمنی نوت 4 سالی دا کوچا داویه کرد جورج بوش سال 1924 ولایت ماساچوست دایک بوش سال 1989 حتی سال 1993 بو هیام جارکی سروکی آمریکای بو جورج بوش اندامی که پارتی کمریان یا آمریکای بو کاری سیاسی و لشکری کرد اندامی کنگرسی بو بایلوس و ریبری هولگریشی کرد بو سال 1990 دا پشتی داگر کنه کویتش آلی صدام حسین و جورج بوش سرکاتیا هزین هفپیمانیا نافدولتی کر و ارتش عراقی شکویتی درخست سروکی روسی ولادیمیر پوتین دیار کرد که گر آمریکا پیمان نوبوکی یا بنابی اینفیت زانین وکش اوی برسی ببدن ریبری آمریکا سر اینفیت شاری دا روسیا کد ناف 6 روز دا بمپیکرنا وی بداوی بکه واشنگتونی دیار کرد بکه مسکو گور پیمان سال 1987 دا هاتی امضا کرنه تفنا گره و دا بو زانی که گر او بمپیکرنا وی بداوی نکن اویش پیمانی وکشن پوتین دا زانی که افدجی پوچ کردن پیمانیه وی دیار کرد که آمریکا زود خازش پیمانی وکشه و روسیا شخارده که سبب سرک آژانس استخباراتی یا ناوندی جینا هاسپیل سرکشتن روزنامه‌نویس سعودی جمال خاشقچی بریفینگ دا سناتوران پشت جوین سناتوران دیار که دوی دژی عربستان سعودی گاون هند زخت وارن آویتن هن سناتوران روزنامه‌وان را دا زانین گور فکر واند کشتن خاشقچی دا تلیا پرنس جگری عربستان سعودی محمد بن سلمان هیا نافکس وساد فکرن سناتورین کوماریجن او ورخیات بکد زخت سرقست سپی زده ببن سناتورین سیگریم که د سیاست در و دا پشکریا سروک دونالد ترامپ دکه دا زانین که عربستان سعودی رجلات نابین یک شفکارین هری گرنگه او گود کن لی دوی آمریکا سرکشتن خاشقچی بتک که نشان بده هنه سناتورین دن ین پای بلند جیدیا کرن که دوی دجی محمد بن سلمان گاوک واره آبیتن لی زرار نه گلی عربستان سعودی او پیوندین واشنگتونی او ریاردی خاشقچی کل آمریکا دما اونیویسکار واشنگتون پوستی بود دی جتمه دا دما بوستاندن بلگه زواج چوبو
کنسولخانه عربستان سعودی یا استانبول لور هات بو کشتن. حکومت فرانسی پشتی خواه پیشاندان گرزایی نرازی بون هزار جمعداندن پیشنیار بلند کردن باجین سر بنزینی دکه. سروک فرانسی منویل ماکرون مهابوری بلند کردن باجین سر برهمن بنزینی را گیاند بو که فرانسا و گویزن سر چفقانین که دکارن ورن نوکرن. خواه پیشاندان توری ین بلکن زیر دجی و بریاری هرکی بون کلانان و شکبتی خواسته بون که و بریاری پاش را بکشینه. خواه پیشاندان الکن زیر دمک کندو بفرب بو و زوری بو خواه پیشاندان دجی ماکرون که خواه نشان در وی بتوندی رخنه دکن. بدار نیجا اوابو وشان دنگو باسنکتی گیشر 4% کردستانی و کردن دیوس برهروا نوچین و نتوی. اجاره کردن هفتیاتی دیسر سروی نو نشانی امیراستی هفبین. آمده کار او رمبرا دنگو باسنو یا رادیوی رتزه بیلاس ترکیه. حتی وشان نو بمینه نو خیر خوشی اسلامتیه دا.